چه نامصب نزدیک استاپ شده. یک جای خیلی خطرناک اینجا من یک اشتباه. سلام و احترامات از دل، امیدوارم حالتان خوب باشه. لوین هستم. امروز براتون طلا رو لایف ترید گرفتم. الان ببینیم اشتباه کردم بچه‌ها. استاپ لاس ما 500 بود، یک دفعه اشتباه پیش نزدیک 800 شد فعلا. خوب نیه اگه استاپ بخورم امروز به احتمال خیلی زیاد اجازه ندارم دوباره پوزیشن بگیرم. تنها دلیلی که میتونه ایره پس بالا ببره یک اوردر بلاک کنه پوینگیست. خب استاپ بشه گپی نیست، خب یه ذره ریسکم زیاده. یه استاپ بشه پوزیشن دوم لغو میکنم نمیگیرم دیگه. روزانه از 750 بیشتر اجازه ندارم استاپ بخورم. طوری که بچه‌ها میبینین گلد مثل همیشه کار خودش میکنه. به یک کندل خود پس بالا کشید، خدا یارش. طلا خانم بعضی وقت که ما چپ است ولی بازم ما همکاری میکنه که تو بالا بره، خدا یارش. ریسکش زیاده. خب قبول کردیم، از اول قبول کردیم که ورود کردیم. مهم هم نیست که قبولش کنیم، استاپ بخیر قبول بشه. قبول چی قاطی کردم میخی. یک دونه ریسک فری انداختیم، 30% پوزیشن بستیم. حالا ببینیم چیکار میکنه. ریسک فری موندیم که آمد. اگر ریسک فری هم کرد در پای میبریم از پوزیشن. یه هفته نبودم بچه‌ها چون یه ذره کارهای اداری داشتم، اونا رو خلاص کردم. اینالی بعد از امروز بیشتر وقت زیادی دارم که براتون ویدیو جور کنم. هر ترید میگیرم لایو براتون ویدیوشو بگیرم و آپلود کنم. البته چرا یه ذره استرس نگیره خدای. چون بچه‌ها یک وقت بود 700 یورو واقعا پیسه یک مکاری ما بود. داوز بیلدینگ بودم وقت که الان شکر خدا درآمدم چند برابر ازش شده. ولی بازم استرس می خدایش نمیشه. خیلی دلمدلک شدم این پوزیشن رو بسته کنم چون این جورای این کندر رفت لیکویدیتی بالا رو تمیز کرد. احتمال ریزش داره. با 1100 میخوام ببندم. آلبار 3 میشه. دلایل مارکت خیلی استرس داره. در تیپی خیلی نزدیک است. خب از این منطقه میتونیم حالا چون این خلاف روند است نمیخوام ریسکی به جای کنم. تیپیم دور نیست، میتونه تیپی بوده ولی یک ریسک دیگه هم داره، میتونه بریزه بار است و لیکویدیتی پرند. از خاطر این کندن میخوام پوزیشن رو بسته کنم. یه جورایی خوشم نمیاد، خرابی میکنه فکر کنم. پوزیشن اینجا بسته کردم با 1595 که برای بعضی شاید زیاد باشه برای بعضی هم شاید کم باشه. مگم هدف من میشه بار 3500 که تیپی شد. خوشحالانه تیپی جالب کردیم. اگر دوام روز در تایم نیویورک اگر پوزیشن داد که اونم ویدیو میگیرم برای آدم واقعا تجربه خیلی زیاد داشته در این مارکت. از این دلیل به خاطر از اینجا برآمدم. اگر نمیتونستم با اون مشکلی هم نداشتم. ولی بهترینش همیشه که همیشه سیو بازی کنی. مارکت میگیره همیشه از بیشتر شده از کمتر استاپ بوده. اگر ویدیو واقعا جالب بود لایک کنین، نبود دیسلایک کنین. اگه دیسلایک نمیفهمم نیست. خب شکارچهای عزیز تشکر که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. کسی که تماشا کرده خدا یارشون. پوزیشن جالبی بود برای من شخصا. هیجان داشت. یکی از بهترین پوزیشن‌ها که فکر کنم هیجانش خیلی بالا بود همین پوزیشن برای من شخصا. طبقی که براتون گفتم احتمال داره از اینجا بریزه، احتمال داره بالا هم بره. خب من بیشتر ریزش میبینم. بازم تشکر که ویدیو رو تا آخر سعی کردین. ان شاء الله فردا پس فردا دوباره پوزیشن گرفتم براتون 100% لایو ترید میگیرم و نشر میرسم. الله یارتان، خدا نگهدار.